خب بریم که 5 تاشو با هم بخونیم. واسه اولین بار تو اینستا فالوم کرد و بعد شروع به لایک کردن پست‌ها و استوریام کرد. بعد یه مدت یه استوری گذاشت که میخوام 7 تا آهنگ بزنم. منم ریپلای زدم آهنگ رگ خواب از محسن یگانه. نوازنده ویولون بود. آقا این 6 تا آهنگ زده و آهنگ هفتمش آهنگ من بود. با کپشن به خاطر یه ساعت نشستم نوت نوشتم. دیگه همه چی از اونجا شروع شد. اولین بار 3 سال پیش بود. حس عجیبی داشت. دیگه مثل اون تکرار نشد. حتی شکست عشقی بعدش هم قشنگ بود. کاش دوباره تکرار میشد. بعد یه رابطه بعد فکر میکردم دیگه نمیتونم عاشق شم. ولی اون با صبرش، با احترامش، با اینکه هیچ وقت نپرسید قبلا چی شده، عاشق ترم کرد. نه به خاطر اینکه شبیه قبلی ها نبود، بلکه چون منم همون جوری که بودم خواست. حتی با همه شکستم. عشق رو جدیداً تجربه کردم. تازه فهمیدم که عشق به معنای آرامش و امنیت هستش، نه هیجان و ترس. ببخشید ولی مثل این که برای من هنوز وقتش نرسیده. ممنون میشم برام یکی رو پیدا کنید. مرسی که گوش دادین. تا نوشته‌های بعد، فعلا.